چنده از زنان افغانستان علیه تبعیض در کابل دست به اعتراض زدند. در شهر کابل زنان افغانستان برای موجود بودن تبعیض در جامعه اعتراض نمودند. خبر می‌دهد ریا نوستی. این منبع می‌افزاید زنان در دست شعارهای زن انسان است. سکوت سازمان ملل متحد شرمندگی است را گرفته برای اظهار نگرانی خود به مرکز جمهوری گیری همایی نمودند. گفته می شود پس از انجام مهلت مقرر شده نمایندگان طالبان زود زنان اعتراضگران را پراکنده نمودند. اعتراض زنان افغانستان بار نخست نبوده. پس از سر قدرت آمدن طالبان آنها برای بسته شدن مکاتب های دخترانه و منع فعالیت زنان نارضایتی خود را بیان نمودند. در این رابطه پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان و رهبران چندین کشورها هم از حکومت طالبان طلب نمودند که حکومت فراگیر تأسیس دهند و به نقض حقوق و آزادی های زنان دست زنند.